حاج صفی بلند میندازه به منطقه جریمه، کارساز نیست. موقعیت برای بازیکن سپاهان از چپ حاج صفی خوب داره جلوی میبره، توپ رو سان میکنه برای دروازه. موقعیت یک ضربه سر توی دروازه گل برای تیم سپاهان. رسول خطیبی گل رو میزنه. چه بازیکنی هم گل زد، بازیکنی که مدت ها بود اثری ازش نمیدیدیم در بازی های تیم سپاهان و خوب بازی نمیکرد. حالا در این بازی حساس گل میزنه، میاد در آغوش آقای بصیرت سرپرست تیمم قرار میگیره. پرچم ایران به اهتزاز در میاد در ورزشگاه و حالا به ادامه مسابقه امیدوار میشیم. با یه ضربه سر قشنگ از رسول خطیبی تا اونجا که میشه خودش رو عقب‌تر برد و ضربه رو زد. حاج صفی که داشتیم ازش گلایه میکردیم یه پاسشو آقای کاظمی نگه داشته برای شاید اون 20-25 دقیقه آخر کار. یک بار دیگه موقعیت، توپ از چند بازیکن رد میشه، قحطانی و توی دروازه. قحطانی حساب کار رو 1-1 مساوی میکنه. بازیکنی که در نیمه دوم به بازی اومده بود، خیلی هم پرتحرک بود، چند موقعیت رو هم از دست داده بود و در نهایت با این شوت که به زاویه مخالف هم زده شد. حالا بازیکن سپاهان جا موندن، این توپ میتونه خیلی خطرناک باشه. بازم از همون سمت یه توپ بلند دیگه، قحطانی رو اثر میگذاره، بازیکن سپاهان بالاخره توپو برمیگردونن. حالا موقعیت، یک شوت پرقدرت توی دروازه. محمد مهنا جالبه که دو بازیکن جانشین تیم الاتفاق گل زدن. 2-1 به سود تیم الاتفاق. دفع ناقص توپ، اینقدر دیگه فشار زیاد شده بود که این توپ زیر پای بازیکن تیم الاتفاق دفع شد و بازیکنی که تازه نفس بود با یه شوت پرقدرت تونست گل دوم رو هم بزنه.